برم خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. خب امروز جمعه آخرین روز کاری ما هست و از روز شاخص داو جونز ترید کنیم. تایم فریمون هم 5 دقیقه و ما کارهایی که باید روزانه انجام بدیم رو الان انجام میدیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که نایه حمایت و مقاومت، یعنی بالاترین جا و پایین ترین جایی رو که امروز بازار تونسته به خودش ببینه رو مشخص میکنیم. این از این نکته. و دومین نکته، به دنبال ترند ها میگردیم ببینیم ترندی امروز توی مارکت اتفاق افتاده یا نه، جهت بازار رو با ترند مشخص کنیم. نوای مهم رو شناسایی میکنیم که تصمیم بگیریم با توجه به باز شدن بازار ورود به چه پلنی بکنیم. خب باید صبر کنیم بازار باز بشه. من چند دقیقه ویدیو رو پاز میکنم تا لحظه باز شدن بازار دوباره پلی میکنم. بسیار عالی. تقریبا 15 ثانیه دیگه مونده بازار باز بشه. صبر میکنیم و هیچ عجله‌ای برای ورود نداریم. من میخوام ورود به پوزیشن سل بکنم. خب الان دیگه خیلی دیر شد. واسه اینجا ورود کنم خیلی دیگه دیر شد. پس صبر کنیم ببینیم واکنش به اینجا به چه صورت. اگه تونستیم یه فیک بریک بگیریم، یعنی یه تی پی یک سعی میکنیم بگیریم و باز دوباره باید صبر کنیم که ببینیم واکنش بازار به چه صورته. خب من اینجا دیگه اولین ورود به پوزیشن رو انجام میدم. حتی خیلی جای بدی شد ولی ورود به پوزیشن کردم. سری تی پی رو فعالش کنید. ریسفیریمون رو انجام بدیم، چون تیپی یک ما رو دیده دیگه. ریسفیری انجام میدیم دیگه با خیال راحت نظاره‌گر بازار میشه. بیشتر از این هم امکانش هست بیاد پایین تر. خب سعی کنیم تریلینگش کنیم دیگه. از اینجا بعد تریلینگش کنیم فکر کنم بهتر باشه. جای تیپی بیاریم رو تیپی 3 قرار بدیم. یعنی میارم پشت تیپی 1 میذارم. خب تیپی 2 رو دیده. اگه دوست داشتید دیگه اینجا میتونید خروج کنید. دقیقاً تیپی 1 حساب. میتونیم خروج کنیم از اینجا، از معامله خارج بشیم. یه خورده دیگه بیاد پایین تر رو همین تیپی 2 قرار بگیره، من پوزیشن خارج میشم. خب ببینید برای اینکه ورود به پوزیشن بعدی بکنیم، خب ما الان دو تا راه حل داریم. باید صبر کنیم بازار به این ناحیه واکنش نشون بده، بر مبنای این ورود به پوزیشن کنیم. حالا اگر پرقدرت شکست ورود به پوزیشن با، یا اگر پول بک زد ورود به پوزیشن سل. و همینطور این محدوده که الان میبینیم اونایی که با ولوم کار میکنن از اینجا ورودشون انجام دادن. حالا محدوده فکر کنم یه هولوش 50 60 پوینتی هم اینجا سود گرفتن. آره دقیقاً 60 پوینت رو سود گرفتن. خب اونایی که با ولوم دارن کار میکنن. من احساس میکنم یه ریزش دیگرم تجربه کنیم به اندازه همین که به قول گفتنی میگن یلک. خب حالا اسپای دیگه، یه اسبای دیگه به همین صورت بازار بزنه و تا این محدوده بیاد. این احساس منو متوجه شدید؟ حالا باید صبر کنیم ببینیم واکنش بازار به چه صورت. ببین من یه نکته ای رو به شما بگم. قرار نیست توی مارکت هرچی تعداد تریدمون بیشتر باشه بیشتر هم بتونیم درآمد کسب کنیم. ما با یک دونه پوزیشن میتونیم یک درآمد معقولی از بازار بگیریم و سیستم رو خاموش کنیم، دیگه معامله انجام ندیم. متوجه شدی؟ پس بهتر کار رو تمیز انجام بدیم.
دنبال آرزوهای عجیب غریب نباشیم. کاری به ما سپرده شده به عنوان معامله گری و باید این معامله گری رو فرض کنیم کارفرمای شما به شما تاکید کرده که این تکلیف رو شما باید انجام بدید. تکلیفتون اینه 1 تا 3 تا معامله در روز انجام بدید و اونها رو تمیز انجام بدید، با استاپ مشخص، با تیپی مشخص. یعنی تیپی 2 شد از بازار خارج شد، تیپی 1 شد حالا یه تصمیمی بگیرید، تیپی 3 شد یه تصمیم بگیرید، یا ضرر شد یه تصمیم بگیرید. متوجه میشید چی میگم؟ اگر اینجوری نگاه کنیم ما میتونیم تو بازار سود مستمر به دست بیاریم. این نکته رو گفتم بهتون بگم که حتما توی ذهنتون داشته باشید که خیلی عالی. ما اون چیزی که انتظار داشتیم بازار بهش واکنش نشون داده. خب در واقع اینجا نمیتونیم ورود به پوزیشن خلاف جهت یعنی بای بکنیم چون هنوز هیچ تثبیتی ازش نگرفتیم، اما همچنان امکان داره که ادامه بده تا این مسیر بازار حرکت کنه. متوجه شدید؟ خب من که تقریبا تک معامله امروز رو تموم میکنم. اون یه معامله هم تیپی 2 از بازار گرفتیم و خدا رو 1000 مرتبه شکر. ما بقیش هم نوش جون هر کسی که میتونه این بازار پر نبسان سود بگیره. موفق و مؤید باشید.